محمد جمشیدی پشت قوس فکر رو نشون میده، خودش میدرنج و 2 امتیاز یار هست. عرفان رو پیدا میکنه، پیک رو میگیره از رضا رنجبر. خود محمد یه درایو نفت آبادان پشت قوس. محمد جمشیدی با انگیزه پیک رو میگیره از رضا رنجبر، خودش توی منطقه رنگی میدرنج و این بازیکن با کیفیت تیم پالایش نفت آبادان کسب میکنه. محمد جمشیدی توی منطقه رنگی امسال برای تیم جهرم ایفای نقش میکنه. یه پرتاب 3 امتیاز 19-18 به نفع تیم نفت آبادان هست. بازی پستاپ از محمد جمشیدی میچرخه و 2 به صورت پخش زنده در خدمتتون باشیم. محمد جمشیدی با بازی پستاپ میچرخه، میدرنجش رو میزنه و محمد جمشیدی شماره 13 تیم جهرم خودش یه تنه وارد منطقه رنگی میشه. اونور مهدی اسماعیلی و توپ رو در اختیار داره با محمد جمشیدی. محمد جمشیدی هم و خودش مجددا با امیرعلی پیک رو میگیره از مهدی، میدرنج محمد جمشیدی. محمد با امیرعلی و یه کنه اونور اسماعیلی، مجددا جمشیدی، خود جمشیدی و یک لی آپی. محمد جمشیدی به دنبال یار یا نفوذ از همونجا پرتاب 5 تیم جهرم. مجددا محمد جمشیدی، خود محمد جمشیدی از همونجا اوپن شات به بیرون. محمد جمشیدی، خود محمد میدرنج و توی میداره بازی رو با تجربه خوب خودش، میدونه که همینطور روندو به این شکل پرتاب 3. اونورم پرتاب 3 امتیازی که از دست میره با ریباند با محمد جمشیدی هست. خب حالا حسین میرشکاری